فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده پرسیدن که نماز در مسجدی که دور و برش قبرستانه، پشتش قبرستانه، بره داخل مسجد؟ اگر در داخل مسجد قبری وجود نداشته ولی باشه، از تو مسجد دیده میشه، ولی اینکه از داخل مسجد دیده بشه بیرون مسجد باشه، در خود مسجد نماز اشکالی نداره. اما اگر مسجدی هست که در داخل خود مسجد قبری رو یعنی آوردن، یک فردی رو قبر کردن، یا اینکه قبری وجود داشته روی اون قبر رفتن یک مسجدی رو ساختن و قبر هم هنوز وجود داره، اینگونه نبوده که اون قبر رو نبشش کردن، یک قبری بوده مال معلوم نیست که چند صد سال قبل بوده و آثارش از بین رفته و الان مسجد درست کردن. اگر قبر واقعا امروز هم موجود باشه، بلند باشه، محرز باشه در داخل مسجد، فرق نمیکنه که این مسجد رو اول ساخته باشن دوباره قبر رو آورده باشن در مسجد، یا اینکه اول قبری باشه دوباره مسجد رو روش ساخته باشن. نماز در چنین مسجدی جایز نیست. اما اگر بیرون مسجد باشه ولو اینکه دیده بشه از پنجره اشکالی نداره و نماز جایز. بله.